Try tahu try ویدیویی که شما مشاهده کردین هموطنان عزیز یکی از مریضایی هست که معمولا این مریض مصاب به مریضی سگ دیوانه شده. مریضایی که معمولا سگ دیوانه میگزه اینا را یا سگ دیوانه کٹ میگیره یا دندان میگیره، از طریق دندانای از ملیاب دهنش اینمی ویروسایی که سگ دیوانه یا سگی که مصاب به مریضی سگ دیوانه است یا مصاب به ویروس است از طریق کٹ گرفتن به بدن شخص یا انسان انتقال میکنه. وقتی که انتقال کرد این مریضا معمولا همچه علائمی که در ویدیو تماشا کردین داره. این مریضا معمولا از خوردن آب یا از آب میترسه، هایدروفوبیا در ازش پیدا میشه. به این خاطر توصیه ما برای هموطنان عزیز ما است اول خود در خانه یا در جایی که سگ نگهداری نکنید. اگر سگ یا حیوانات خانگی دارد حتما باید واکسینای لازم است تطبیق بکنید. و در صورتی که سگ دیوانه شما را میگیره با مجرد که گرفت باید حتما پانسمان انجام بدن. پانسمانش با پانسمان‌های عادی فرق میکنه و در کنار از حتما باید واکسین ربیس یا واکسین سگ دیوانه را دریافت بکنین که شامل 5 دوره می باشه. حتما باید بگیرین چون حیاتی و بسیار مهم است. بعضی از اشخاص یک چیز عادی فکر میکنه وقتی که سگ دیوانه یک قسمتی از بدن میگیره هر چی که قسمت نزدیکتر دماغ میگیره مریض دیرتر علائم نشان میده، زودتر علائم نشان میده. هر چی که دورتر بگیره علائمش معمولا دیرتر است. به این خاطر گرفتن واکسین ضروری و الزامی است.